7. فریب شیطان. فریب اول شیطان، کوچک نشان دادن گناه. شیطان به انسان می گوید این گناه که چیزی نیست، فقط همین یک بار. اما بسیاری از گناهان بزرگ از همین یک بار شروع شده. فریب دوم و تأخیر انداختن توبه. او می گوید فعلا جوان هستی، بعدا توبه کن، در حالی که هیچ کس نمی داند تا فردا زنده خواهد بود یا نه. فریب سوم، ایجاد غرور. همان تکبر که ابلیس را نابود کرد می تواند انسان را نیز فریب دهد. وقتی کسی خود را از دیگران بهتر بداند در دام شیطان افتاده است. فریب چهارم، ناامید کردن از رحمت خدا. شیطان می خواهد انسان فکر کند که دیگر بخشیده نمی شود، اما خداوند در قرآن عظیمشان بندگانش را از ناامیدی نهی کرده است و راه توبه را باز گذاشته است. فریب پنجم، مشغول کردن به کارهای بیهوده. گاهی انسان را از گناه مستقیم باز نمی دارد، بلکه آنقدر او را سرگرم کارهای بیفایده می کند که نماز، قرآن و یاد خدا را فراموش کند. فریب ششم، ایجاد دشمنی و اختلاف. شیطان تلاش می کند میان اعضای خانواده، دوستان و مسلمانان کینه ایجاد کند، زیرا اتحاد را دوست ندارد. فریب هفتم، وعده های دروغین. او همیشه وعده می دهد که با گناه خوشبخت می شوی، اما در پایان انسان را با حسرت و پشیمانی تنها می گذارد. پس چگونه از این فریب ها نجات پیدا کنیم؟ با یاد خدا، خواندن قرآن، محافظت بر نماز، دعا و استغفار، پناه بردن به خدا از شر شیطان. اگر ویدیو برای شما مفید بود، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. خداوند همه ما را از وسوسه های شیطان حفظ کند و دلهای ما را بر راه حق ثابت نگه دارد. آمین.